دوباره سوی تو باز آمدم. سلام عزیزم. دوباره سوی تو باز آمدم. سلام عزیزم. دوباره زمزم ساز آمدم. سلام عزیزم. سلام علیکم با کل مردم غریب. با خوش دوستا، اینا ما از فدراسیون روسیه هستیم. برای خدمت خلق اومدیم. دوستان عزیز، این نمره واتساپ کدام میخواد که در توی برای خوشم خدمت کنیم. ان شاء الله خدمت ای بنده بیا به زیارت جام رویم. ای بنده بیا به زیارت جام رویم، زیرا که رسول گفته باشد تماشا مبارک است. السلام ای یاری جان، دل مشتاق دیدار شماست. بلبلی دل پاره، بلبلی دل پاره، گل برگی رخسار شماست. شکری آن را می کنیم، دل ما از سنگ نیست. بحر یار و دوستان، کاشانه ما ترک نیست. ای آرزوی جانم، از ما سلام بادد. ای راحتی روانم، از ما سلام بادد. ای باد انبری روی گردی گذری از این کوی، بر گوشی داماد و عروس گو. از ما سلام بادش. سلام گویم اول نامی خدا گویم، به پیغمبر دعا گویم. اولا السلام علیکم مهمانانی از دور و نزدیک آمده. من شخصا از نام خود، از نام کلی هنرمندان اینجا حضور داشته، داماد و عروسی نازنین جهانگیر جان و گل عروسک نازنینش فرزانه بانو، که امروز این دو نوجوان توی دامادی و عروسی دارن. از صمیم قلبی جوانی تبریک و مبارکباد گفته بهرشان تمام خوشی های زندگی را تمنا داریم. خدا کند که با آمدی گل عروسک نازنین در این خاندان همیشه شادی و نشاط پی هم باشد. بگذار دوستانی عزیز، همان کبوتر بخت این دو نوجوان در آسمان بی‌غبار زندگی جهانگیر جان، کبوتر بختتان همیشه بلند پرواز باشد. چون میگن صدای تارونای آمد. عزیز، همان کبوتر بخت این دو نوجوان در آسمان بی‌غبار زندگی جهانگیر جان، کبوتر بختتان همیشه بلند پرواز باشد. چون میگن صدای تارونای آمد خوش آمد، صدای تارونای آمد خوش آمد، و گردش جامی می آمد خوش آمد، و روی خاندان پاک دامن عروسی نیکی آمد خوش آمد. همه این دوستانی عزیز، خدایا داماد و عروسی نازنین را شاد گردان. خدایا داماد و عروسی نازنین را شاد گردان. هر دو را از درد و غم آزاد گردان. صاحب توی را امانش ده، خیستتی خیزم در مکانش ده. من نمیدانم در دل او چی مقصود است. ای خدا، هرچی میخواهد همانش ده. و گفتن اماند از نام پدر شادآباد اکای ظفر که امروز در اینجا حضور ندارم، دیگرمندشان به این روزی خرسندیشان تبریک و مبارکباد میگوییم. و جهانگیر جان میگه که هر پدر را با هنر باشد پسر، نامبردار پدر باشد پسر. بد کند آنی که بنیادش بد است، نیک را جان و جگر باشد. انا همین پسر هر پدر را مشکل آید بسر، ای کاش مشکلش را چاره‌گردان باشد پسر. بار دیگر داماد عروسی نازنین تبریک و مبارکباد میگیم. داماد عروس و نمان تخت شاهانه خود بنشینید، عاشقانه بنشینید، چون که امروز به خاطر شادباش گفتنی شما، به خاطر شادباش گفتنی این خاندان بهترین هنرمندان، بهترین راویشگران و بهترین نوازندگان حضور دارند که همه با اسباب‌های تکنیکی و نفسی و ضربه تحت یک راهبری هنرمند مردمی تاجیکستان
هنرمندی که با نغمه سرودهای عاشقانه و عارفانه و شوخیانه خویش در دل مخلصانش راه یافته است روی صحنه با نغمه قرصک‌های پرماج شما عزیزان دل بابا رجب آرامه بگیم بابا رجب صدایت اهل دلها را خوش آید، صدایت اهل دلها را خوش آید، گریه دردمندان را خوش آید. بابا رجب غزاخان بلبل بسیار دیدم، ندیدم بلبلی نمیستد. مرحبا